سلام، وقتتون بخیر. خوبی؟ بازم آمدم پیشتون با یه قسمت دیگه از سریال جنجالی و جذاب برجمان. مرسی که من دنبال میکنید، مرسی که سابسکرایب میکنید، ممنونم که لایک میکنید، نظراتتون رو برام بنویسید. خیلی برام ارزشمنده که نظراتتون رو در مورد سریال گلجمال و سریال چشم‌چران امارت بدونم و خیلی دوست دارم که بدونن چه سریال های دیگه رو دوست دارین که براتون معرفی کنم. توی مثلا 5 گلجمال تا اونجا اینو براتون گفتم که آرمان کنار پیش مادرش و گلجمال و دوا گفت من میدونم که گلجمال برادرمه. همه شوکه شدن از اینکه آرمان از کجا همچین چیزی رو فهمیده. هیچکی نتونستی چی بگه. به همون لحظه گلجمال اومد گفت نه آرمان تو داری اشتباه میکنی، من برادرتون نیستم. یه چیزایی از گذشته تعریف کرد که واقعیت نداشت. گفت پدرامو با هم دشمن بودن، این اتفاق افتاد اون اتفاق افتاد. یه جورایی آرمان رو قانع کرد که من برادر شما نیستم. آرمان به ظفر میگه از گلجمال به خاطر کارهایی که توی گذشته باهاش کردی معذرت خواهی کن تا من باهات بیام. ظفر قبول نمیکنه این اتفاقو، معذرت خواهی نمیکنه. هرچند آرمان بگه بیا با هم بریم، آرمان قبول نمیکنه. خونه گلجمال میمونه. ظفر میره، دما میمونه. گلجمال بهش میگه یه کیف پر پول بهش میده، میگه تو الان جاسوس ظفر بودی، تو تمام اتفاقات این خونه رو رفتی برای ظفر تعریف کردی، من دیگه نمیخوام تو توی این خونه بمونی. دوا خیلی شوکه میشه. اصلا فکر نمی‌کرد گلجمال نمیشه همچین فکری بکنه. پولو پس میده بهش، میگه من پول تو رو نمیخوام، بهت 3 روز وقت میدم که بیا اینجا با سند و مدرک به من ثابت کنی که من جاسوس تو هم، جاسوس این خونه هم. و اگر نتونستی با سند و مدرک من ثابت کنی که من جاسوسم، تو باید بیای جلوی من زانو بزنی، ازم معذرت خواهی کنی و به هم التماس کنی که توی خونت بمونم. این شرط رو برای گلجمال میذاره. گلندام که از اومدن آرمان به خونه خیلی ناراحته. برای مرز تعریف میکنه واقعیت همه چیز رو بهش میگه که من دختر ظفرم، ظفر مامانم بوده، این اتفاق همه چی برای مرد تعریف میکنه. مردم میره پیش ظفر خانم بهش میگه من میدونم تو مادر زنمی، من همینم میدونم، من توی خونه جونم در خطر، یه جورایی همیشه داره میترسه یه اتفاق براش بیفته. ظفرم بهش میگه تو عقل نداری، تنها راهی که بتونی امنیت خودت توی اون خونه حفظ کنی اینه که به گلندام محبت کنی. تو اگر به گلندام محبت کنی گلجمال به تو اعتماد میکنه. مرد هم این حرف رو سر کاراش قرار میده و به شدت میره که به گلندام محبت کنه. ابراهیم که میفهمه به دوا چه تهمتی زده، گلجمال بهش زنگ میزنه، میگه گلجمال بیا با هم صحبت کنیم. بهش میگه که تو داری اشتباه میکنی، دختر من هیچ وقت جاسوسی نمیکنه و اگر پیش تو بود بخاطر اینکه که من بهش گفتم، من بهش توصیه کردم که پیش تو بمونه و به ظفر اعتماد نکنه. تهدیدی که پیش تو بود این بود، نه اینکه پیش تو بمونه که بابا جاسوسی تو رو بکنه. وقتی با اینجوری میگه گلجمال یه جورایی حالا به فکر میافته که شاید اینا دارن راست میگن. به اون جاسوسی که داره یلدا زنگ میزنه، بهش میگه که اون فیلم اون روزی رو میخوام که دوا آمده خونه ظفر، میخوام بدونم اون روز خب تمام از آقای خونه ظفر دوربین داره، میگه فیلم سابق رو میخوام بدونم اون روز دوا از خونه ظفر چه حرفایی با هم دیگه زدن. یلدا میره فیلمو برداره، یه جوری البوم موسیقی میگیره، نمیتونه این کار رو انجام بده. به گلجمال خبر میدیم من نتونستم این کار رو بکنم. همون شب هم روز مادره، یعنی فرداش روز مادره. ظفر برای آرمان دلمه میپزه، میگه هر سال آرمان روز مادر که میشه میاد پیش من و هر اختلاف هم که با هم دیگه داشته باشیم و من براش دلمه درست میکنم. دلمه درست میکنه میذاره رو گاز. گلجمال هم شبونه میاد توی خونه ظفر که یه جورایی اون فیلم رو به دست بیاره. میاد توی خونه میره سراغ سیستم که فیلم رو برداره، میبینه که اون یه تیکه چیز حذف شده و این بزنش میرسه که اوکی پس دوا خبر داده لیلا که من دنبال فیلم بودم و اینا فیلم رو پاک کردن. میاد پایین میره توی اتاق ظفر، میره کنارش دراز میکشه، یه دونه پاکت، یه پاکت نامه با یه دونه گل میذاره روی بالشت کنار ظفر. بعدم میاد پایین که آشپزخونه آرمان بهش گفته بود که مامانم هر سال برام دلمه درست کنه، قابلمه دلمه رو برمی‌داره میره.
میره کنار دریاچه میشینه، اشک میریزه و دلها رو میخوره. صبح که همه بیدار میشن، ظفر برمیگرده گل و نامه رو میبینه. فکر کنه آرمان برگشت. گل خوشحال میشه، نامه دستش میگیره میاد پایین. آرمانم برگشت. آرمان کجای؟ آرمان یه لحظه نامه رو باز میکنه، میبینه که نامه از طرف گلجماله. توی نامه نوشته بوده تو خونه من جاسوس میفرستی، ولی من خودم میام توی خونه تو برای اینکه اطلاعات به دست بیارم. میدوه تو آشپزخونه میبینه کل قابل دلمه هم نیست. خیلی عصبانی میشه از اینکه گلجمال به این راحتی تونسته وارد خونش بشه و دستور میده تمام تیم امنیتی خونه رو اخراج کنن. از اون زنگ میزنه به گلندام، خیلی خوب باش صحبت میکنه، بهش میگه که گلندام من نذار کسایی که کنارتم بفهمم من بهت زنگ زدم، ولی من میخوام امروز ببینم این، خواهش میکنم بیا به آدرسی که برات میفرستم. گلندام حاضر میشه، میره پیش ظفر خیلی خوب باش برخورد میکنه، بهش میگه امروز روز مادره، من دوست داشتم تو رو ببینم، یه عروسک براش میخره. گلندام بهش میگه 25 سال دیر به فکر افتادی که برای من عروسک بخری. میگه نه این برای تو نخریدم، من فهمیدم تو بار داری، من اینو برای نقب خریدم. اینکه تو بی مادری کشیدی تقصیر تو نیست، تو داری تاوان گناههای برادرت پس میدی، اون یه شیطانه، من کاری با شما نکردم، برادرتون این کارا رو کرد و باعث شد تو هم بی مادر بشی. تمام اینا خودی پشت سر گلجمال حرف میزنه. خب گلندام اول باور میکنه حرفاشو، یه جورایی داره نرم میشه که همون ظفر رو میگرده میگه که ازن یه خواهشی دارن، تو توی اون خونه ای، آرمان من بیگناه توی اون خونه، یه کاری همون برگرده خونه که گلندام همون فهمه این همون ظفر خانم قبلیه. عصبانی میشه عروسه رو پرت میکنه، بهش میگه که تو این همه من حرف زدی، من کشوندی تا اینجا که فقط پسرت واسط مهمه، تو فقط برای آرمانو به دست بیاری این حرف رو من زدی. بهش میگه تو شیطانی، گلجمال همیشه پشتمه، ولی اون کسی که ما رو ول کرد تو بودی. با عصبانیت از پیش ظفر میره توی خیابون. گلندام قبلا سر داشته ولی خیلی سال بوده که اون حمله بهش دست نداده، به خاطر فشار عصبی که بهش وارد میشه، به خاطر حرفای ظفر توی خیابون دوباره حمله سر بهش دست میده و قش میکنه میفته توی خیابون. گلجمال خب نمیتونه اون فیلم رو به دست بیاره، به یلدا خبر میده که اون فیلم فقط یه جا ذخیره شده. یلدا میره اتاق امواله ها میگرده که فلش رو پیدا میکنه، بعد به گلجمال خبر میده که من فلش رو پیدا کردم دارم برات میارم. چه تایمیه؟ 3 روز وقت گلجمال تموم شده. خب قراره که یه مدرکی جور کنه ثابت کنه دوا جاسوسه. همه میرسن، یلدا میرسه، فلش رو میده به گلجمال. دوا منتظر معذرت خواهی گلجمال میگه من این فیلم رو میذارم، سیستم رو میذاره، میگه این فیلم رو همه باید با هم ببینیم، پس به همتون ثابت بشه که دوا داره جاسوسی میکنه. فلش رو میذاره توی دستگاه، فیلم پلی میشه و همه میبینن که گلجمال اشتباه میکرده، دوا داره با ظفر دعوا میکنه. حرفایی که زده شده اگه قسمت قبل دانلود کردین و مطمئنا دیدین میدونید حرفایی که دوا موقع به ظفر گفته اونجا هست. خب گلجمال شرمنده میشه از اینکه به دوا تهمت زده، همه میبینن که دوا بیگناهه. دوا به گلجمال میگه خب وقتشه که زانو بزنی و اصلا معذرت خواهی کنی و التماس کنی یا اینجا بمونم. گلجمال این کار نمیکنه، معذرت خواهی نمیکنه، دیگه ابراهیم هم دست دوا رو میگیره، میگه بیا بریم، یه چیزی برای تو وجود نداره. دوا دلش اونجا میذاره و با ابراهیم میره. ابراهیم دوا و ایپکو میبره با خودش. هم موقع ظفر میاد تو میگه خب دیگه وقتشه که من بچه‌م ببرم. آرمان میگه من نمیام. همین لحظه ظفر میگه که تو اصلا میدونی خونه کی موندی؟ تو میدونی این آدم کیه؟ تو میدونی این یه ماره؟ آرمان میگه بابا این حرفا تکراری شده، خیلی این حرفا رو زدی. میگه خب الان یه چیزی بهت میگم که تو الان نمیدونستی. گلجمال کسیه که پدرتو کشته. آرمان میگه نه، تو گفته بودی پدر من مارنیش زده و مرده. میگه خب مار زندگی ما گلجماله. گلجمال پدرتو رو با چاقو جلوی در خونه کشته. آرمان شوکه میشه و مثل تمام قسمت این سریال که پر از سوال و داستان و هیجان قراره تموم بشه، قسمت 6 هم دقیقاً پر از سوال و داستان تموم میشه.
دوست داریم بدونیم که آرمان عکس‌العملش چی میتونه باشه. خب ساعت فهم کرد گلجهان برادرشه، الفهمده گلجهان برادرش نیست و قاتل پدرشه. گلجهان هیچی نمیتونه بگه، ساکت و منتظر بیمونیم ببینیم توی قسمت 7 عکس‌العمل آرمان عکس‌العمل گلجهان به این اتفاق و به این رازی که ظفر یه دفعه برقرار کرد چی میتونه باشه. ممنونم که با هم بودین، ممنونم که سابسکرایب کردین، ممنونم که لایک کردین ویدیومو. حتما برام کامنت بذارین میخونم. یادتون نره از توی لینک تلگرامی که گذاشتم حتما وارد کانال تلگرام بشین. قسمت‌های کامل و با زیرنویس فارسی برای دانلود میذارم اونجا، دانلود کنید قسمت رو کامل ببینید. من 2 ساعت و نیم فیلم رو توی 10 دقیقه براتون توضیح میدم. خیلی اتفاقات به فیلم میفته که من واقعا زمان فرصتش نیست که براتون توضیح بدم. پس حتما دانلود کنید و ببینید. ممنونم از حمایتاتون. ببینم